در غرب عراق در نزدیکی‌های شهر رمادی مرکز ولایت انبار نیروهای امنیتی همراه با گروه‌های نیمه نظامی جانبدار حکومت بر ضد جنگجویان سنی مذهب عملیات نظامی پیش میبرند. در برخوردهای کنار شهر الجویسی سلاح‌بدستان گروه دولت اسلامی عراق و شام نیز شرکت کردند. این گروه افراطی بعضی مناطق شمالی و غربی عراق را تحت تصرف درآورده است. مجلس فدرالی پالاتای بالایی پارلمانت روسیه اجازت دخالت نظامی به امور اوکراین را بازخواند. ماه مارس سال روان مجلس فدرالی قطعنامه تصویب نموده اجازت داده بود که در حال ضروری روسیه بر ضد اوکراین از سلاح استفاده برد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در عرفه سفر به استریا از پارلمانت کشورش درخواست کرد که اجازت دخالت نظامی را متوقف کند. در ارمنستان هواداران حزب تگاکران در نزد دادگاه شهر یریون راهپیمایی نمودند. در آنجا محاکمه رهبر این حزب شنت هاروتونیان جریان دارد. هاروتونیان میگوید محاکمه او را کگب روسیه فرمایش داده است. ماه نوامبر بعد یک برخورد با پلیس در شهر یریون هاروتونیان و تقریباً 10 طرفدار او بازداشت شده بودند. در شهر کابل سازمان‌های غیر دولتی حامی حقوق زنان نشر دستور برای تشکیل پناهگاه‌های زنانه را شروع کردند. این اقدام را شبکه پناهگاه‌های زنانه افغان همراه با وزارت امور زنان این کشور تشکیل کرده است. هدف از این تشبث تشویق معامله برابر با مردان برای زنان قربانی خشونت است. شما را به دولت صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان خیر مقدم میگویم. 25 نوروز از ولایت جنوبی بادکند قرقیزستان استراحت 12 روزه در آسایشگاه قیراقوم تاجیکستان را آغاز نمودند. استراحت نورسان در قیراقوم بخشی از ابتکار تحکیم دوستی میان تاجیکان و قرقیزها می باشد. سال روان بحث‌های مرزی باعث چند برخورد خشونتبار در مرز میان دو کشور شده بودند.